گروه‌های مسلح کردهای سوریه که از طرف ایالات متحده آمریکا دستگیری می‌یابند از سمت شرق به شهر رقه مرکز گروه دهشت افکن دولت اسلامی در سوریه وارد شدند. روز یکشنبه مرکز نظارت حقوقی بشری سوریه مقرش در لندن گفت سربازان نیروهای دموکراتی سوریه رود فرات را عبور نموده به بخش دیگری رقه داخل شده بازار حال را اشغال کردند. منطقه سینا کاملا تحت نظارت ما قرار دارد. در زیر بینای همسایه نقب وجود دارد و انشالله آن را هم اشغال میکنیم. سنایپری که از داخل آن آتش میکشد محو خواهد شد. نیروهای دموکراتی سوریه چندین ماه اینجانب برای محاصره و اشغال رقه تلاش دارند. ماه گذشته آنها از شرق و غرب داخل رقه شدند. روز 2 ایول ائتلاف نیروهای عرب و کرد اعلام کرد که برای تحکیم جبهه‌های شرق و غرب رقه تخمیناً 1000 سرباز تازه نفس به نبردها همراه شدند.